یک روحانی ازبک که با اظهارات بحث برانگیزش معروف است در پیشنهاد نو گفت مقامداران دولتی باید صاحب تجارت خصوصی خود باشند. شیرمراد توغی امام مسجد تینجلیک در شهر تاشکند گفت که از این طریق می شود از پاره‌گیری مقامداران جلوگیری کرد. او روز 12 دکبر در صحیفه خود در فیسبوک نوشت با شخصان منصبدار برای آنکه پاره نگیرند و ملک دولت را ندزدند باید دکان‌های مخصوص و جای‌های تجارتی تقسیم کرده شود. مردم باید به آنها با هوس نگرند و احترام نشان بدهند. این سخنان امام مسجد در تاشکند بحث‌های زیادی را میان کاربران ازبک زبان فیسبوک ایجاد کرد. خود او در صحبت اختصاصی با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت که برای اشخاص منصبدار باید دکان و مکان‌های تجارتی داده شود. در صحبت با بخش رادیو ازبکی رادیو آزادی گفت دسترسی منصبداران به زمین درآمد مالی در کنار کار دولتیشان است. این راه درست جلوگیری از رشوه‌خوری و دزدی مالکیت دولتی می شود، گفت شیرمراد توغی و اینچنین به ثروت روحانیان تاکید کرد. پیش از اتحاد شوروی ما زمین‌های وقفی داشتیم. با آنهایی که در دربار کار می‌کردند زمین‌های مخصوص تقسیم کرده می‌شد، مخصوصا در موضع دومبراباد که در آنجا من امامی مسجد هستم. شاه برای کاتبانی دربار زمین تقسیم کرده بود. یک موضع دیگر قاضی‌رباد است. در آنجا نیز با قاضی‌ها به حیث وقف زمین تقسیم شده بود. مقصد از تقسیم زمین‌های وقف این است که کارمندان دولتی و امامان به ملک دولت تجاوز نکنند، دستشان را به پاره دراز نکنند. البته در جایی که انسان هست، نفس هم هست، گفت توغی. این پیشنهاد در حال صدا می‌دهد که در ازبکستان به کارمندی ساختارهای دولتی و به خصوص مقامداران پیشبرد تجارت خصوصی و یا داشتن منبع علاوه‌ای درآمد قطعاً منع است. کارشناسان میگویند مقامداران دولتی در صورت داشتن منبع درآمد علاوه‌ای یا تجارت میتوانند از وظیفه و رابطه‌های خود برای پیشبرد بیزنس و افزایش درآمد خصوصی خود سوء استفاده کنند. کارشناسان میگویند با چنین لحن و آزادانه اظهار نظر کردن یک روحانی و امام مسجد در تاشکند در زمان کریموف امکان ناپذیر بود. سراج‌الدین طالب شارح بخش ازبکی رادیو آزادی میگوید با سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف آزادی نسبی در فضای دینی هم حکم فرما شد و روحانیان مثل توغی از این چیز استفاده میبرند. در یک ملاقاتش با روحانیان کشور سال جاری شوکت میرزیویف گفت که از 17,000 افرادی که در رویخط سیاه دولت بودند و در عقیده و فعالیت‌های مشکوک دینی گمان بر دانسته می‌شدند 16,000 نفرشان از این رویخط بیرون برآورده شدند. در قانون اخیرین عفو که در آستانه تجلیل روز کنستیتوسیون ازبکستان 7 دکبر به قول شوکت میرزیویف قرار بود در حکم شمار بیشتر زندانی‌ها سبوکی‌ها اجاره می‌شد. از جمله گفته شد که بیش از 57,000 محبوس که در زندان‌های ازبکستان نگهداری می‌شوند، پرزیدنت آماده بود 10,000 نفر را عفو کند، ولی تنها 2700 نفر عفو شدند. مقامات گفتند که سبب در آن است که اکثر افراطی‌ها پشیمان نشدند. در یک سخنرانی شوکت میرزیویف در چنین وضع جمعیت و خود دولت را متهم کرد که سیاست نادرست را پیش گرفتند و گفت دولت هم گناه دارد که این افراد تندگرا شدند. میرزیویف گفته است که می‌خواهد در این بخش هم اصلاحات جاری شود و مردم به عقیده و حرکت‌های افراطی میل پیدا نکنند.